کنایه زشت ژاوی به منتقدانش. کار عجیب امباپه، تماشای دربی مادرید با گوشی در مهمانی. نگرانی بارسا از جدایی عثمان دمبله. بازیکنان پی اس جی مهندس شدن و معصومیت شدید رونالدو در النصر. سلام به همه ورزش و نیوزیات، خوش اومدین به ویدیو دیگه از کانال خودتون. امیدوارم که خوب، قوی و ورزشی باشید. ژاوی سرمربی بارسلونا میگه با اینکه تیمش میتونه عملکرد بهتری داشته باشه، ولی منتقدان نباید فصل گذشته و بهبود قابل توجه شرایط بارسا رو فراموش کنن. بارسا فردا در هفته 19 لالیگا در یک بازی خارج از خانه به مصاف خیرونا میره. شاگردای ژاوی در حال حاضر با 17 بازی 44 امتیازی و با اختلاف 3 امتیازی نسبت به رئال مادرید صدر جدول رو در اختیار دارن. بازی فردا برای بارسا اهمیت زیادی داره، چرا که لغزش در این مسابقات میتونه صدرنشینی اونا رو با خطر مواجه کنه. ژاوی در آستانه این دیدار در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در مورد بازی با خیرونا گفت خیرونا تیم شجاعیه که سنگین پرس میکنه و توپ‌ربایی رو خوب بلده. این دقیقاً همون کاریه که ما دوست داریم انجام بدیم. میکل از مربیاییه که من در لالیگا سبک کارش رو خیلی دوست دارم. انتظار داریم بازی خیلی سختی در پیش داشته باشیم. در مورد پیروزی خفیف به بارسا هم گفت من از اینکه پیروزی‌های پرگل نداشتیم ابراز نگرانی کردم. من از خیلی جهات بهتر شدم، ولی پیروزی‌های ما همه با شایستگی به دست اومد. در حال حاضر شرایط خوبی داریم، باید به یاد بیاریم که سال گذشته چه شرایطی داشتیم و امسال کجاییم. ولی این نکات مثبت زیادی هم دیده میشه. ما در خط دفاع خیلی پیشرفت کردیم و روی هم رفته معتقدیم تیم ما فرم خیلی خوبی داره و باید به این واقعیت‌ها توجه کرد. در مورد استفاده چرخشی از بازیکن‌ها در بارسا هم گفت فردا بدون شک تغییراتی خواهیم داشت. چند بازیکن رو به زودی از دست میدیم که اتفاق مهمیه. باید آماده باشیم، ما به همه بازیکنان نیاز داریم. در مورد بازی با رئال در جام حذفی هم گفت برام مهم نیست، دوشنبه می‌فهمیم. هنوز به فینال فکر نمی‌کنیم، اول باید نتیجه قرعه کشی رو ببینیم. در مورد رضایتش هم از این فصل گفت اگه بپرسید انتظار حذف از چمپیونز لیگ رو داشتی، پاسخ من بله است، ولی ما در لیگ و جام حذفی موقعیت خوبی داریم. سوپر جام رو هم بردیم که باعث شد روحیه تیم افزایش پیدا کنه. ما الان در نقطه‌ای هستیم که میتونیم فصل رو عالی به پایان ببریم و به همین خاطر نمیتونیم گاردمون رو پایین بیاریم. در مورد تمدید قرارداد دمبله هم گفت برای من مهمه، چون عثمان رو برای تیم خیلی مهم میدونم. پیدا کردن چنین بازیکن تاثیرگذاری ساده نیست. امیدوارم او سالها برای ما بازی کنه. و در اخیر هم در مورد آینده بوسکت گفت ما اخیراً درباره آینده او صحبت نکردیم. این تصمیمیه که سرخیو باید شخصاً بگیره. او بازیکن مهمی برای ماست. کلیان امباپه ستاره پی اس جی در مهمانی با گوشی مشغول دیدن بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید. رئال مادرید شب گذشته در چارچوب رقابتی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا به مصاف اتلتیکو مادرید رفت و با نتیجه 3-1 برابر این تیم به پیروزی رسید. دو تیم در وقتی قانونی بازی به تساوی 1-1 رسیدند، اما در وقتی اضافه این تیم کارلو آنجلوتی بود که با 2 گل کریم بنزما و وینیسیوس جونیور موفق شد حریف را از سر راه برداره و راهی مرحله نیمه نهایی بشه. با این حال به نظر میرسه که این تنها بازیکنان رئال مادرید نبودند که نگرانی بسیاری برای این بازی داشتند و حتی داوید آلابا و اورلین چوامنی که مصدوم بودن هم در ورزشگاه حاضر شدند تا این دیدار جذاب رو تماشا کنند. تصاویر منتشر شده از مهمانی شام که بازیکنان پاریس سن ژرمن در اون حضور داشتن نشون میده که امباپه و حکیمی از طریق گوشی ستاره فرانسوی به دقت در حال تماشای این بازی و دنبال کردن این نتیجه بودن. این تصاویر بار دیگه موجی از شایعات رو در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته و بسیاری از کاربران به علاقه شدید امباپه به رئال مادرید اشاره دارن که باعث شده او حتی وقتی در کنار هم‌تیمیاش در مراسم حضور داره هم از طریق گوشی مشغول تماشای بازی حساس رئال باشه. مدیرای بارسلونا قصد دارن پیشنهادی رو برای تمدید قرارداد عثمان دمبله مهاجم این تیم ارائه کنند تا مانع از جداییش بشن. دمبله از زمان پیوستن به بارسلونا همیشه برای این تیم مایه دردسر بوده و حتی تا آستانه اخراج از این باشگاه هم پیش رفت.
مدیرای بارسا به حدی از او و رفتارش عصبانی بودند که به این بازیکن اعلام کردن باید هر طور شده در پنجره نقل و انتقالات زمستانی سال گذشته نیوکمپ رو ترک کنه. اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت او در بارسا موند و تونست تحت هدایت ژاوی به ستاره تیم تبدیل بشه. او در چند ماه اخیر بالاخره تونست ثابت کنه که ارزش هزینه‌ای این باشگاه برای جذب او از بورسیا دورتموند پرداخت کرده بود رو داره و حالا به یکی از مهرهای کلیدی این تیم تبدیل شده که ژاوی خیلی روش حساب میکنه. عملکرد درخشان دمبله باعث شده که توجه بسیاری از باشگاه بهش جلب بشن. پاریس سن ژرمن که از مدت قبل شرایط او رو زیر نظر داشت، حالا بیش از پیش به جذب این بازیکن علاقه‌مند شده و ممکنه قصد داشته باشه بند فسخ 50 میلیون یورویی رو پرداخت کنه و این بازیکن رو به خدمت بگیره. بارسا به هیچ وجه قصد نداره این مهاجم فرانسوی رو به راحتی از دست بده و مذاکرات برای ارائه پیشنهاد تمدید قرارداد بهش آغاز شده. روزنامه اسپورت مدعی شده که این تیم امیدواره بتونه با ارائه پیشنهادی قابل توجه نظرش رو برای ادامه حضور در نیوکمپ جلب کنه. قرارداد فعلی دمبله با بارسا تا تابستان 2024 ادامه داره، اما بند فسخ نه چندان قابل توجهی که در اون گنجانده شده ممکنه کار رو برای این باشگاه سخت کنه. باشگاه پاریس سن ژرمن در این روزه در حال اجرای یک پروژه عمرانی و برای اینکه توجه ها رو به این قضیه جلب کنه بازیکنان خودش رو برای بازدید از پیشرفت این پروژه بر سر محل اونجا بود. پاریس سن ژرمن میخواد یه زمین تمرینی جدید و مجهز بسازه و به این ترتیب محدوده کمپ تمرینی خودش رو گسترش بده تا بتونه سطح بالاتری از تمرینات رو در سطوح مختلف به اجرا در بیاره و از سوی دیگه به توسعه آکادمی خودش کمک کنه. پی اس جی میخواد در سالهای آینده تبدیل به یک باشگاه بازیکن ساز بشه. بس صرفاً باشگاهی نباشه که ستاره تیم‌های دیگر رو خریداری میکنه. پی اس جی هدف قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا رو در سر داره و این طرح‌ها میتونه در آینده به اونها برای رسیدن به هدفشون کمک کنه. پاریس سن ژرمن ستاره خودش رو با لباس‌های ایمنی مهندسی بر سر محل اجرای پروژه برده و اونها از بازسازی کمپ تمرینی پی اس جی دیدن کردن. در این تصاویر می‌بینیم که بازیکنایی مثل مسی، نیمار و سایر ستاره پاریسی لباس مهندسی به تن کردن و ظاهر جالبی به خودشون گرفتن. النصر نگران ستاره بزرگ خودش کریستیانو رونالدو که به نظر میرسه در بازی دیروز این تیم در سوپرجام عربستان با مصدومیت مواجه شده. رسانه‌های ورزشی عربستان گزارش دادن کریستیانو رونالدو در دیدار دیروز النصر مقابل الاتحاد با شکست 3-1 تیم رونالدو به پایان رسید از ناحیه پا با مصدومیت مواجه شده. با اینکه میزان و جدیت آسیب دیدگی رونالدو مشخص نیست، ولی گزارش‌ها از عربستان حاکیه که او از ناحیه پا با تورم مواجه شد. در جریان مسابقه حامد الشرمانی تکل خشن روی پای رونالدو رفت که ظاهراً همین تکل باعث آسیب دیدگی ستاره پرتغالی شد. یه روزنامه‌نگار عربستانی اعلام کرده قوزک پای کریستیانو رونالدو امروز متورم و همین باعث نگرانی مدیرای باشگاه النصر شده. کریستیانو امروز قراره در معاینات پزشکی شرکت کنه تا شدت و میزان دقیق آسیب دیدگیش مشخص بشه. رونالدو بعد از درخشش در بازی دوستانه منتخب ریاض مقابل پاریس سن ژرمن و به ثمر رسوندن 2 گل در 2 بازی اول رسمی خودش با پیراهن النصر نتونست تاثیرگذار باشه. رونالدو که در اولین بازی رسمی برای باشگاه جدیدش که با پیروزی 1-0 مقابل الاتفاق همراه بود، نتونست تاثیر خاصی در زمین داشته باشه و در بازی دیشب با شکست 3-1 مقابل الاتحاد هم شرایط برای کریستیانو تفاوتی نداشت. ممنونم که تا آخرین بسته خبری هم با ما همراه بودید و ما رو حمایت می‌کنید. تا ویدیوی دیگر پیروز بمانید.